این شما و این شب‌های سمینیاک این بالی. به یوتیوب بالیگردی with Persians خوش اومدید. بچه اگه میخواین ببینید اینجا کجاست، اگه اومدین سمینیاک یا اومدین بالی، خیابون جلن دابل 6 رو سرچ بکنین، صاف میارتتون اینجا و یه میبینین که یه وایب خیلی باحالی بیچش داره با رستورانای خوب و خیلی هم عالی و با کلاس و بدون هیچ درامایی میتونین بیاین اینجا و حال کنین و لذت ببرین. اینجا خیلی غروب قشنگی هم داره. حالا ما امروز به غروبش نرسیدیم، سعی میکنم حتما از غروبش براتون یه ویدیو بذارم، ولی کلا ساحل سمینیاک و منطقه سمینیاک از کوتاه یه ذره از نظر وایبش و کلاسش و رستوران ها و هتلایی که داره بهتر و ارزنده تره برای موندن و برای گشتن. خیلی پیشنهاد میکنم که حتما توی منطقه هتلتون رو بگیرین و از شبها و روزها و این ساحل وسیع و خوبی که داره لذت ببرین. و فراموش نکنین یوتیوب بالیگردی with Persians رو لطفاً حتما لایک بکنین. متشکرم.